دوستان سلام. هرچی به مذاکرات هسته‌ای نزدیکتر میشیم، سرگیجه ولی فقیه هم بدتر و بدتر میشه. یه علیگدا مونده و یه حوض درب داغون که جای آب سنگین دارن همینجوری توش زهر میریزن. از یه طرف شریعت نداری چماق دلواپسی رو بلند کرده و هی میکوبه تو امامه شیخ پری. تبدیل مذاکرات 7 جانبه به مذاکرات 2 جانبه با آمریکا با حضور تشریفاتی و پوششی اشتون خطای استراتژیکی بود که موجب طلبکارتر شدن آمریکا به عنوان کدخدای به رسمیت شناخته گردید. در این حال همچنین هیچ خبری از لغو تحریم ها نیست. البته پذیرش نیمی از سانتریفوژ های ایران نیز برای چند ماه است و در نوبت بعد تعلیق همین سانتریفوژ ها مطالبه خواهد شد. آمریکایی ها مایلند آرزوی تعلیق تدریجی و پلکانی فعالیت های هسته‌ای ایران و درآوردن آن به شکل کاریکاتور برنامه اتمی را ادامه دهند. به نظرم بهتره این کیهان ولایت اسمشو بذاره گریان ولایت، چون این روزا شب و روزش شده همین آبگور گیریا. جالب اینجاست که این همه بدبختی و بزبیاری رو میگه، اما جیگر نمیکنه حرفی از پایین کشیدن کرکره مذاکرات به میون بیاره. اینو کیهان نمیگه، اما به جاش یه مشنگ عمامه‌دار دیگه به نام حمید روحانی بند و آب میده. مقام معظم رهبری در مورد مذاکرات حرفشان را گفتند. ایشان تأکید کردند که مذاکرات بی نتیجه است و انسان عاقل هم طبیعتاً نباید کار بیهوده را انجام دهد. ایشان یک رسالت دارند و ما هم یک وظیفه، این که در برابر کجروی ها برخورد کنیم. ما نفهمیدیم این مقام معظم ولایت یا دوغ گاز در رفته آبلی؟ راستی این ولی فقیهتون چه مرضی داره که خودش نمیتونه جلوی کجروی ها رو بگیره؟ نکنه شاسی خودش کج شده که نمیتونه با کجروی ها برخورد کنه ها؟ حالا این شما و یکی از برخورد کنندگان با کجروی ها خرچنگ کجدم نظام احمد خاتمی. دو طرز فکر هست. یک طرز فکر این است که میگوید میخواهیم زندگی کنیم به هر قیمتی. به هر قیمتی یعنی چی؟ یعنی ولو به قیمت ذلت، ولو به قیمت تحقیر. میگه بذارید زندگی. اینقدر گیر به این و اون ندید. یه روز میگید مرگ برای آمریکا، یه روز میگید مرگ برای اسرائیل، یه روز میگید مرگ برای این. بابا بذارید زندگی کنید. یه چند روزی یه زندگی راحت داشته باشیم. این عرض میکنم، من اصلا کاری به افراد و جریان ها ندارم، دارم طرز فکر رو میگم. بگو طرز فکر رو بگو. منم الان برات یکی از این طرز فکرها رو میگم. اسمش موسویانه، از اون نرمتنان شالاتان نظامه. ببین چه طرز فکر زهرمالی واسد رو کرده. دولت ایران به یک سیاست موازی دوگانه نیاز دارد: بهبود روابط با کشورهای عربی همسایه و در عین حال و به موازات حل و فصل مسئله هسته‌ای با آمریکا و همکاری در مورد ثبات و امنیت خاورمیانه. منظورش اینه که آقا جون باید زهر رو تا ته بریم بالا، واسه کت خدا هم بزنیم بالا، وگرنه حمامه ولایت پس معرکه است. اما این نسخه موسویان دردی از ولی فقیه دوا نمیکنه. سیاست موازی اون قدم که این فکر میکنه موازی نیست. این دوتا خط تو یه نقطه هم دیگر رو قطع میکنن. اسم اون نقطه سرنگونیه.
شکار